روز 24 اکتبر سال 2022 در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان راهپیمایی اعتراضی با طلب به ازبکستان ندادن آبانبار کمپی ربات و از حبس آزاد کردن سیاستمداران و فعالانی که به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و حتی کوشش غصب حکومت عیبدار می‌شوند دایر شد. تظاهرگران در نزد هیکل میخائیل فرونزه جمع شده از آنجا به سمت میدان الاتو راه شدند. فعال قرقیز اولان اوسویون برای ازاتی که نیز در این راهپیمایی اشتراک داشت گفت که آنها خواستار قطع تعقیبات سیاسی میباشند. ما در راهپیمایی اوسویشته قرار داریم و مگه دو شیء داریم. کمپی ربات به قرقیزستان تعلق دارد و آزادی به تمام سیاستمداران و بلاگرهای حبس شده. ما تنها همین طلبها را پیش گذاشتیم، اظهار داشت اولان اوسویون. صبح 23 اکتبر مقامات امنیتی و حفظ حقوق قرقیزستان در منزل‌های 10 تن از سیاستمداران مخالف و فعالان گفتگو گذرانیده بسیاری آنها را با اتهام تیاری به بی‌ترتیبی‌های عمومی و نقشه غصب حکومت دستگیر کردند. امبودسمن قرقیزستان اتیر عبدالرحیموف خبر داد که تا این ساعت بازداشت 21 نفر را با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی‌ها تصدیق شده است. از جمله رئیس سابق پارلمان قرقیزستان قناتبک اسویف با قرار دادگاه نویه 1 ماه شهر بشکک برای 1 ماه در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان به حبس گرفته شده است. دست کم 17 نفر دیگر را فعلا برای 48 ساعت بازداشت کردند.